سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. در خدمتتون هستم با یک ویدیو جدید در مورد اقدامات ضروری در ابتدای ورود به ایتالیا با ویزای دانشجویی. خب ویدیو رو طبیعتاً با اولین قدم در بعد ورود به ایتالیا شروع میکنیم که گرفتن کدش فیسکال هست که این کد یک کد 16 کاراکتری هست متشکل از حروف لاتین و اعداد که این اعداد از نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد و جنسیت فرد تشکیل شدن. این کد معادل کد ملی ما در ایرانه و شما به هر سازمان و نهادی در ایتالیا مراجعه بکنید اولین چیزی که از شما میخوان داشتن کدش فیسکال هستش. برای تقاضا دادن و گرفتن کدش فیسکال شما باید به آژنسی دل انتراته یا همون اداره مالیات شهری که در اون سکونت دارید مراجعه بکنید و دقیقاً همون روزی که شما به آژنسی دل انتراته مراجعه میکنید بلافاصله به شما نسخه کاغذی کدش فیسکال رو میدن. یک کاغذی که در اون کدش فیسکال نوشته شده و این کدش فیسکال به طور رسمی برای شما در ایتالیا ثبت شده و قابل استفاده است برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف. مدرک مورد نیاز برای گرفتن کدش فیسکال فقط پاسپورت هست، پاسپورتی که طبیعتاً توی اون ویزای ایتالیا خورده باشه و زمانی هم که تونستید یک آدرس در ایتالیا به طور رسمی داشته باشید به نظرم حتما تقاضای کارتش رو هم بکنید، چون یه مدرک معتبریه که هر جایی شما برید قابل استفاده هستش. خب همونطور که در تصویر هم میتونید ببینید سمت راست همون کاغذی که بهتون گفتم به محض اینکه مراجعه کنید به آژنسی دل انتراته به شما داده میشه و سمت چپ هم همون کارتی که باید حتما یک آدرس در ایتالیا داشته باشید که این کارت رو بهش ارسال بکنن. قدم دوم بعد از گرفتن کدش فیسکال تقاضا دادن برای پرمسو دی سوجورنو یا همون کارت اجازه اقامت در ایتالیا هست. برای تقاضای پرمسو دی سوجورنو شما باید به ادارات پستی که روی در اونها اسپورتلو امیکو نوشته شده مراجعه بکنید و از اونها کیت پرمسو رو تقاضا بکنید. حالا داخل کیت پرمسو یه سری فرمی که باید پر بکنید که در مورد این فرم ها و پر کردنش یه ویدیوی خیلی دقیق ساختم که لینکش رو سمت راست بالای همین ویدیو براتون میذارم که میتونید به اون مراجعه بکنید. مدارکی که باید ضمیمه فرم های پرمسو باید شما در داخل کیت قرار بدید، یکیش کپی پاسپورت که حالا داخلش ویزای ایتالیا هم خورده، کپی نامه پذیرش دانشگاهیتون هست و مدارکی که کنسولگری براتون صادر میکنه، یک بیمه درمانی معتبره، عکس پرسنلیه و همچنین یک تمبر دولتی 16 یورویی هم که حالا بهش مارکا دا بولو هم گفته میشه باید خریداری کنید و روی اون فرم اولی که اطلاعاتتون رو در اون وارد کردید روی اون فرم باید این تمبر رو بچسبونید. بعد از اینکه اون فرمای داخل کیت پرمسو رو دقیق و کامل پر کردید و اون مدارک ضمیمه هم که اینجا ذکر کردیم رو داخل کیت پرمسو قرار دادید، باز باید به اداره پست برگردید و تقاضای ارسال این مدارک رو بکنید به اداره پلیس مهاجرت شهرتون که بهش کوستورا میگن. زمانی که پست مدارک شما رو تحویل میگیره و بعد از اینکه هزینه رو پرداخت میکنید بهتون یک رسیدی داده میشه که توی این رسید زمان انگشت‌نگاری شما در اداره پلیس یا همون کوستورا مشخص میشه و شما تا اون زمان باید حتما این مدرک رو نگه دارید به عنوان یک مدرک هویتی در ایتالیا تا زمانی که به شما کارت اقامتی داده بشه. و حتما بهتون توصیه میکنم که خوب از این رسید نگهداری کنید، یه وقت گمش نکنید، چون تنها مدرکیه که شما به طور موقت دارید تا زمانی که کارت اقامت دانشجویتون صادر بشه. خب در تصویر سمت چپ هم کیت پرمسو رو داریم که حاشیه زرد داره. این کیت رو همونطور که گفتم باید از پست تهیه بکنید و روی اداره پست ایتالیان حتما باید نوشته باشه اسپورتلو امیکو تا این خدمات رو برای شما انجام بدن. هر اداره پستی متاسفانه این کار رو انجام نمیده. و باز در تصویر سمت چپ پایین مدول اون رو داریم که در حقیقت اون فرم شماره 1 که حتما باید پر بکنید
و در سمت راست پایینم که پرمسو رو دارین تصویرش رو که وقتی صادر بشه برای شما یه همچین کارتی بهتون میدن. خب میرسیم به اقدام بعدی که باید انجام بدید. خرید بیمه درمان هستش. بیمه درمان تو ایتالیا دو نوع داره، بیمه خصوصی و بیمه ملی یا همون بیمه دولتی که بهش تسترین سانیتاریو گفته میشه. در بعد ورودتون نمیتونید تقاضای بیمه دولتی ایتالیایی رو بکنید، برای اینکه این بیمه انقضاش از ژانویه شروع میشه تا دسامبر و به طور اجبار باید حتما بیمه خصوصی بگیرید که حالا بیمه خصوصی رو خود پست در زمان ارسال کیت هم بهتون میفروشه. یعنی وقتی که دارید کیت پرمسو رو ارسال میکنید برای اداره مهاجرت میتونید همونجا ازشون یک بیمه خصوصی هم بخرید. حالا قیمتاش بین 120 تا 200 یورو میتونه باشه بنا به شهری که شما درش زندگی میکنید. تو این تصویرم توضیحات بیشتری در مورد بیمه خصوصی ایتالیا دادم، از مزایاش صحبت کردیم و معایبش. مزایاش اینه که قیمت خوبی داره، یعنی 120 تا 200 یورو در سال قیمتشه و اینکه حداقل پوششش هم 30,000 یورو هست. از معایبش هم صحبت کردیم، اینکه برای کارهای کلینیکی یا اینکه مثلا شما نیاز به یک دکتر داشته باشید که ویزیت دکتر بخواید انجام بدید هیچ پوششی نداره متاسفانه. ولی اگر کارهای جراحی داشته باشید یا کارهای اورژانس اصولا پوشش میدن، ولی باز به این شکله که اول شما باید هزینه رو پرداخت بکنید و بعد برید هزینه رو از اونها بگیرید. مثل تسترین سانیتاریا اون سیستم بیمه دولتی ایتالیا نیستش که شما هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنید کلا. و بعدی دیگهش اینه که باز شما نمیتونید دکتر خانواده هم بگیرید، چون اگر بیمه دولتی ایتالیا داشته باشید میتونید سریعا یه دکتر خانواده انتخاب بکنید. اینجا هم یک لیستی از شرکت‌های خصوصی بیمه رو براتون گذاشتم که حالا میتونید یا به سایتاشون مراجعه کنید و خرید انجام بدید، یا اینکه زمانی که دارید کیت پرمسو رو ارسال میکنید در اداره پست مستقیم از اداره پست بخرید. میرسیم به بیمه ملی ایتالیا یا سرویس سانیتاریو نازیوناله. این بیمه‌ای که تمام شهروندان ایتالیایی هم دارن و یه سری محاسن داره، اینکه میتونید یک پزشک خانواده انتخاب بکنید، اگر نیاز به بستری داشته باشید رایگانه، خدمات کلینیکی رو حالا با پرداخت هزینه کمی میتونید انجام بدید ولی خب مشکلش اینه که بعضی وقتا برای انجام بعضی از آزمایش هم خیلی باید انتظار بکشید. داروهایی رو هم حالا تحت پوشش قرار میده ولی خیلی نیستن اون داروها حقیقتا، و این حسن داره که اگر حالا توی کشور دیگه اتحادیه اروپا هم رفتید میتونید از این بیمه استفاده کنید. هزینهش برای دانشجوها خیلی به صرفه نیست، سالی 700 یورو هست و حتما باید از ابتدای ژانویه تمدید بشه. اگر یه تاریخ دیگه ای تو سال بخواید تمدید بکنید همین مبلغ رو ازتون میگیرن و باز انقضاش 31 دسامبر، اینه که به صرفه نیست، حتما باید همون اول ژانویه تمدید بشه. اقدام دیگه ای که شما بعد ورود به ایتالیا طبیعتاً باید انجام بدید خرید سیم کارت هست که مدارک لازمش فقط پاسپورت هست و داشتن کدش فیسکاله. اپراتورهای تلفن همراه رو هم تو ایتالیا میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. اپراتورهای اصلی که خب شرکت‌های خیلی با سابقه هستن و مغازه فیزیکی دارن، شما به طور حضوری میتونید بهشون مراجعه بکنید و حضوری برای خرید سیم کارت اقدام بکنید. شرکت‌های اصلی همونطور که اینجا هم هست، تیم هست که مخفف تلکام ایتالیا موبایل هست، وودافون، ویند تره، ایلیاد و فست وب. و همونطور که گفتم تو ایتالیا اپراتورهای مجازی هم داریم که به طور عمده خدماتشون اینترنتی هست. ممکنه بعضی جا خدمات حضوری هم داشته باشن ولی در سطح خیلی محدوده و اصولا تعرفهاشون خیلی ارزونتر و به صرفه تره و تحت پوشش همون شرکت های اصلی هم هستن، یعنی از نظر کیفیت فرقی ندارن. من خودم به طور شخصه از این اپراتورهای مجازی استفاده کردم و کیفیت خوبی هم دارن، ضمن اینکه خب قیمتشون خیلی به صرفه تر هم هست.
ولی در بدو ورودتون به نظرم بهتره که از همین اپراتورهای اصلی سیم کارت بخرید، چون اپراتورهای مجازی دو تا مشکل داره. یکی که باید خودتون رو در سیستم ثبت بکنید، این باید کامل اون قراردادش رو بخونید ببینید چه مواردی داره، و ضمن اینکه بعدم باید انتظار بکشید که بفرستن به آدرستون. اینه که شاید در بدو ورود خیلی ساده تر باشه به یه مغازه مراجعه بکنید و همون لحظه سیم کارت رو بهتون بدن و توضیحات هم همونجا بهتون تو مغازه بدن. شاید اینطوری در اول کار راحت‌تر باشه. این هم یک لیست از اپراتورهای تلفن همراه اصلی و مجازی هست که قطعا با این اسامی و اشکالشون در شب مواجه خواهید شد. و قدم مهم بعدی طبیعتاً ثبت نام در دانشگاهه که باید به طور حضوری به سکرتری دانشگاه یا هم واحد آموزش دانشگاه مراجعه بکنید و مدارکی مثل پاسپورت که حالا توش ویزای ایتالیا خورده، اون رسید پرمسوی که رفتید کیتشو پر کردید رو فتوکپیشو قاعدتا ازتون میخوان، بیمه درمانی که تقاضا دادید، کدیچ فیسکال اون کاغذشو باید اصولا بهشون نشون بدید و رسید پرداخت شهریتون که خب خیلی مهمه و ارائه اون مدارکی که کنسولگری ایتالیا در تهران براتون صادر کرده، اونا رو هم حتما باید بهشون ارائه بکنید. اقدام ضروری بعدی داشتن یک محل سکونت و ثبت یک آدرس رسمی در ایتالیا است که خب طبیعتاً برای اینکه شما محل سکونت داشته باشید باید یک خونه یا یک اتاق حداقل اجاره بکنید یا اینکه باید تقاضای خوابگاه بدید. برای ثبت آدرس هم در ایتالیا به یک سازمان دولتی باید مراجعه بکنید که کمونه گفته میشه و در کمون هم یه واحدی وجود داره به اسم واحد آناگرافه که همون ثبت احوال است. باید به کمون شهر خودتون مراجعه بکنید، واحد آناگرافه، و اونجا تقاضای رزیدنسا بکنید که رزیدنسا به معنای داشتن یک آدرس رسمی در ایتالیا است. در مورد خوابگاه توضیحاتی بهتون بدم. خوابگاه رو تو ایتالیا میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم: خوابگاه هایی که اداره بورس ارائه میکنه و خوابگاه های خصوصی. خوابگاهی که اداره بورس ارائه میکنه رو در همون زمانی که برای بورس دارید اقدام میکنید برای خوابگاه باید همون زمان اقدام بکنید. البته ممکنه بعدش هم شانس های وجود داشته باشه به طور حضوری برید و اگه جای خالی وجود داشته باشه بهتون ارائه کنن. خوابگاه خصوصی هم که حالا اسمش روشه دیگه، باید از افراد و سازمان های خصوصی تقاضا بکنید و حتما هم وقتی که خوابگاه خصوصی میگیرید بهشون بگید که نیاز به رزیدنس ها دارید که این سابقه حضور شما در ایتالیا ثبت بشه براتون تو سیستم. در آخر خواستم توصیه‌های در زمینه اجاره اتاق آپارتمان در ایتالیا بهتون بدم که واقعا میدونم در بدو ورود کار آسونی نیست و میتونه خیلی زمان بر بشه، ولی به نظرم اگر از توصیه‌هایی که اینجا براتون گذاشتم استفاده بکنید شاید در مدت زمان کمتری بتونید یک اتاق یا یک آپارتمان پیدا بکنید. به عنوان اولین توصیه به نظرم به کانال‌های تلگرامی ایرانی‌ها در شهرهای مختلف سر بزنید. از وقتی که خب تعداد ایرانی‌ها در شهرهای مختلف زیاد شده کانال‌های تلگرامی زیادی هم ساختن. میتونید برای مثال توی تلگرام سرچ بکنید ایرانیان ساکن در میلان یا ایرانیان ساکن در روم، ببینید که چه کانال هایی رو براتون پیدا میکنه. تو این کانال ها عضو بشید. خیلی از ایرانی ها تو این کانال ها خونه یا اتاق اجاره میدن، میتونید باهاشون صحبت بکنید و از خود اونا به طور مستقیم یا حالا از صاحب خونهشون خونه اجاره کنید. توصیه بعدی مراجعه به کانال های فیسبوکه که این کانال های فیسبوک رو اصولا خود ایتالیایی ها توش آگهی میذارن به طور مستقیم. خود من طی سالها همیشه از کانال فیسبوک برای خودم خونه اجاره کردم و به نظرم روش موثریه، ولی خب باید زبان ایتالیایی تا حدودی بدونید. میتونید از کلیدواژه‌هایی مثلا مثل آپارتامنتی و مثلا کامره این افیتو روما یا مثلا تورینو یا حالا اسم اون شهری که میخواین تو اونجا سکونت داشته باشید استفاده بکنید و میتونید تو این گروه ها عضو بشید و اونجا دنبال آگهی بگردید. توصیه بعدی مراجعه به سایت های خانه‌یابی هست که تو اسلاید بعدی یک لیستی از چند تا از اونها براتون گذاشتم. فقط نکته مهم اینه که وقتی به این سایت ها مراجعه میکنید تو قسمت فیلترهاش
گزینه پریواتو رو حتما انتخاب بکنید که به طور مستقیم از خود صاحبخونه خونه اجاره بکنید، نه از آژانس ها. توصیه بعدی که حالا توصیه آخره به نظر من، مرحله آخره، اگه تو هیچ کدوم از این مراحل شما خونه پیدا نکردید، اینه که به طور حضوری به یک آژانس املاک مراجعه بکنید و طبیعتا اونجا باید کمیسیون آژانس رو هم پرداخت بکنید. و این هم لیستی از سایت‌های خانه‌یابی در ایتالیا که به نظرم این دوتای اولی سوبیتو پونتویت و باککا پونتویت اگر دنبال خونه بدون واسطه بدون آژانس میگردید بهترن. تو سایت‌های دیگه حتما همونطور که گفتم بیاین تو فیلترها گزینه پریوات رو انتخاب بکنید که خونه بدون واسطه گیرتون بیاد بدون کمیسیون آژانس.